بچه میذارمش اینجا. این ویدیو تموم شد رفت برات فرستادم دیگه تو گوشیمو ببر. بچه این علامت میشناسین؟ بچه این علامت رو من بگین خیلی برای آشنا به نظر میرسه. سن آندرس فروده چرا آتش نشانی اینجا اینا دیگه کیان؟ ای وای بچه ها بهتره با این ماشین قوی اینو من الان آتش نشانی بریم. چرا اینجوری شده؟ اوخ وای بچه ها بیادشیم الان میبینیم بیادشو وای این ماشین رو توش دستکاری شده. ماشینای سیاه بچه از گلوگیه ها داره. بچه یه شمشیرم برای من اومده. شمشیر اگه اسم اون یارو رو میشناسید میگین اسمشو فکر کنم دارم. واسید نه فکر داشته باشم. واسید ببینم دفتر هست. دفتر پاک شده یعنی چی؟ بچه فکر کنم عکسش اینجا بیاد. زنی که دوست خودمونه. نه چیش پاک شده بچه شو فکر کنم چون اونایی که وای خراب آور میشه. خدای عوضی بکشم. خودتون راحتی فقط بچه میبینید چقدر سریع پلیس الان دیگه بلمون بذاری بچه ماشین پلیس رو برداریم. بس من یه اسلحه خوب بردارم. یه هفته کمتر برای لیلی 2 هفته میشه برای من. یه هفته میشه برای تو بکنم. این عالیه. بولوسو هم درگیر شده. وای این ویدیوهای خوبی نبود. چه بریم با اینکه موتور یه کوچولو تیانگو فنگش ایراد داره درستش کنیم. اوکی بریم. بچه من یه جایی رو میشناسم. ما میتونیم بریم یه بالاشر خونه بخریم و بالاشر عمده ترین جاه GTA سن برسه. بچه من نقشه براتون میذارم. حالا نقشه رو ببینیم اونجا میتونید مثلا مارکر کنید اینا. مثلا یه کاغذ یه چیزی حالا خریدنیه مثلا $6 اینو شما بدین میتونم براتون بفرستم. $6 هم نه برای شما که تو گروه ما هستی سابسکرایب کردید کلا $3 و این عالیه برای شما. و بچه من میرم خونه اوکی و تا موقع ویدیو رو استاپ میکنم. یه دقیقه ویدیو رو استاپ کنم و چیزی بود. یه دقیقه باشین الان بچه من پدرم نرمد بالاخره به اینجا رسیدم. همونطور که میبینید این نورایی اتاق منم داره تو بس میشه به خاطر روزمان توسه و واقعا نمیتونم چرا بعد هرچه زودتر با یکی هماهنگ کنم و بتونم نه راست مهد کودک منظورش مهد کودک بچه پولمون میرسه به خریمش بذاریم بخریمش. آره بچه بذاریم من توی این خونه بعد غذایی روشه. بله یه دونه پیتزا توش هست. بذاریم من پیتزا بخورم. اوکی پیتزا خوردیم خیلی خوب. بچه ها اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنیم و سابسکرایب یا تو نره. این بود از این ویدیومون و چند تا ویدیو دیگه گذاشتیم بریم ببینیم. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.